حیات و فعالیت گلن سیبارگ در یک دهه آرامی شهر ایشپمینگ ایالت میچیگن ایمئه سال 1912 طفل به دنیا آمد که دیرتر به یکی از چهره‌های مهم علم یادرایی تبدیل یافت. نامش را گلن تئودور سیبارگ گذاشتند. عائله او چند سال بعد به کالیفرنیا کوچ بست و آنجا محیط گرم، کتابخانه‌های دسترس دولتی و آموزگاران الهام بخش گلن را به سوی علم می بردند. سیبارگ در دانشگاه کالیفرنیا برکلی تحصیل کرد و در کیمیای یادرایی تخصص یافت. در آغاز تحقیقاتش او با پروفسور معروف ارنست لورنس همکاری کرد. اساسگذار سیکلوترون اکسیدهای تقویت دهنده ذره ها بود. او همراه همکارانش به آموزش عنصرهای وزنین طبیعی و رادیواکتیو پرداخت. سال 1940 گلن سیبارگ با دسته خود عنصر نوی رادیواکتیو پلوتونی تحت رقم 94 را کشف کرد. پلوتونی بعدتر یکی از اساسهای ساختن بمب اتمی شد و در لایحه منهتن برنامه مخفی ساختن بمب یعنی بمب هسته‌ای امریکا نقش حل کننده گرفت. بعد از جنگ سیبارگ به کشف عنصرهای صنعی کیمیاوی شروع کرد. او در کشف زیاده از 10 عنصر نوی جدول مندلیف سهم گذاشت، از جمله امریسی، کیوری، برکلی، کالیفرنی، اینشتین، فرمی، مندلیوی، نوبلی، سیبارگی. عنصر 106 با شرافت او سیبارگی نامگذاری شد و این بار اول بود که یک عنصر شیمیایی هنوز در حال حیات بودن شخص به نام او گذاشته می شود. سیبارگ تنها یک عالم نبود، او مصلحتچی دولتی علمی هم بود. در سالهای جنگ سرد او در کمیسیون انرژی اتمی ایمئه کار کرد و برای استفاده صلح آمیزی انرژی و ایزوتوپ‌ها در طب، صنعت و کشاورزی تلاش کرد. همزمان در تهیه شکل معاصر جدول مندلیف که عنصرهای ترانسورانی بیش از 92 آغاز می‌گردد در سطر علاهیده جایگیرند سهم گذاشت. امروز نیز اکثریت کتاب‌های کیمیا با جدول پیشنهاد کرده او نشر می‌شوند. گلن سیبارگ طول حیاتش زیاده از 500 مقاله علمی نوشت. نشان پرزیدنتی آزادی، جایزه انریکو فرمی و ده‌ها عنوان‌های افتخاری گرفت. او سال 1999 در سن 86 سالگی از دنیا گذشت. از سیبارگ به ما کشف 10 عنصر نو یک رکورد تاریخی، پیشبرنده استفاده انرژی برای صلح، عالم دارای عنصر نامگذاری شده در جدول شیمیایی،
سیمای علمیه که دانش و مسئولیت را با هم پیوست میراث مانده است.